ذکر بردار کردن امیر حسنک وزیر رحمت الله علیه. از تاریخ بیهقی، نوشته خواجه ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی دبیر. فصلی خواهم نوشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله اطال الله بقاءه، از این قوم که من سخن خواهم راند 1-2 تن زنده اند. در گوشه ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار و ما را با آن کار نیست، هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ حال، چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده ولا تبدیل لخلق الله، و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید. و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزافگوی است. جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت، از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تضریب‌های وی موافقت و مساعدت نکرد. و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود رضی الله عنه بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد، دل این سلطان مسعود را رحمت الله علیه نگاه داشت به همه چیزها که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد. همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک
یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدیها رفت از وی که پیش از این در تاریخ بیاورده ام، یکی آن بود که عبدوس را گفت: امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد، حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید. و پادشاه به هیچ حال بر 3 چیز اغضا نکند: القدح فی الملک و افشاء السر و التعرض للحرم و نعوذ بالله من الخذلان. چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایض چاکر خویش سپرد و رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید، که چون بازجستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد. مرد آن مرد است که گفته اند العفو عند القدرت به کار تواند آورد. قال الله عز ذکره و قوله الحق الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. و چون امیر مسعود رضی الله عنه از هرات قصد بلخ کرد، علی رایض حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی، پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از 10 1 کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد. و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت: روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت: حجتی و عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت: حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین القادر بالله بیازرد و نامه از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید: و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب بر چه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت: تا در این معنی بیندیشم.
پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز میگشت، امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر رضی الله عنه مرا بخواند. گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم ولکن نرفتش. و چون خدای عز و جل بدان آسانی تخت ملک به ما داد، اختیار آن است که عذر گناهکاران بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند بدان که خلعت مصریان بستد به رغم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بگسست و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده، پیغام داده بود که حسنک قرمطی است، وی را بردار باید کرد. و ما به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید؟ چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغت ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست، این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود و به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه پردهداری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. بدان وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنک چه رفت و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت. بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنی است بفرماید که اگر بر وی قرمطی درست گردد در خون وی سخن نگویم، بدان که وی را در این مالش که امروز منم مرادی بوده است و پوست باز کرده. بدان گفتم که تا وی را در باب من سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخته نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با سلطان بگفتم. قضا در کمین بود، کار خویش می کرد.
و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن حدیث خلیفه، و گفت چه گویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من در ایستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القری بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چون این بود، ولکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمطی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت بدین خلیفه خرف شده بباید نوشت که من از بحر قدر عباسیان انگشت در کردم در همه جهان و قرمطی می جویم و آنچه یافته آید و درست گردد بردار می کشند. و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی است، خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی؟ وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته ای که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شده بسیار قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن طرایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد امیر پرسید که آن خلعت و طرایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود خلیفه و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا تا امیر محمود فرمان یافت. بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قباله نوشته شود و گواه گیرد بر خویشتن. خواجه گفت چون این کنم و به طارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بوالقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل حمدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان کسانی که نامدار و فراروی بودند همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. 1 ساعت ببود حسنک پیدا آمد بی بند.
جبه ای داشت هبری رنگ و سیاه میزد، خلق گونه دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا می بود و والی حرس با وی و علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی. وی را به طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند. پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یکدیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خویش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد و نصر خلف دوست من بود. از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست. چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه امیر حسنک را هر چند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و دست راست خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر مشکان را بنشاند. هرچند بوالقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود و بوسهل بر دست چپ خواجه از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ روی به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید 100,000 راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید. گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن. خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است. خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این گوید
مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمطی به از این باید که او را باز داشتند بدین تهمت نه مرا، و این معروف است من چون این چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بر او زد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست. ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست، هر چه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و 2 قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان و یک یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت. و آن سیم که معین کرده بودند بستد و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد. به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خاییدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم. پس گفت من خطا کرده ام و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشته ام. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بحل کند. و بگریست. جهان را در بدر می‌بینم روزا بلا از با مادر می‌بینم روز به رغم مردم باشو کلاشا جهان را بی پدر می‌بینم روز. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بهلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد. و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عزوجل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنه ای، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت
از آن ناخویشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم. خویش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چنین سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت بنوشتمی، اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است. و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند. و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمده اند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخته آمد، دیگر روز چهارشنبه 2 روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط 3 روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان. و در شهر خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان. و خلق روی آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و بر بالایی به ایستاد. و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل بدانجا اسب بداشته بود. پذیره وی آمد، وی را مؤاجر خواند و دشنامهای زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گویند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر ایاز را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنتها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند. نعوذ بالله من قضاء السوء. و 2 پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند و قرآن خوانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار به ایستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سفید و رویی چو 100,000 نگار. و همه خلق به درد می گریستند. خودی
روی پوش آهنی بیاوردند عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود، که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامه‌دار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن. ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نوشته است تا قرمطی شده ای و به فرمان او بردار می کنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. آخ ندارد هیچ و کس محرومی من، آخ به تحت حکم محکومی من. آخ خدایا گر فلک ظالم نبودی، ای دلش می سوخت و مظلومی من. ای خدایا دل ندارم، دل ندارم، آخ دیگه طاقت بمی منزل ندارم. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مرد را که می بکشید بدو بدار برید. و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. بیا مادر بده یک آب خوردن، به بالین و بیایی وقت مردن عزیزم. به بالینم بیایی ور نبینی ببینی قامتم بم گورو بردن عزیزم. این است حسنک و روزگارش.
و گفتارش رحمت الله علیه این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد، نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت. و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد، که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. لعمرک ما الدنیا بدار اقامة اذا زال عن عین البصیر غطاؤها و کیف بقاء الناس فیها و انما ینال باسباب الفناء بقاؤها. رودکی گوید به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست. زیر خاک اندرونت باید خفت، گرچه اکنونت خواب بر دیباست. با کسان بودنت چه سود کند، که به گور اندرون شدن تنهاست. یار تو زیر خاک مور و مگس، بدل آن که گیسوت پیراست. آن که زلفین و گیسوت پیراست، گرچه دینار یا درمش بهاست. چون تو را دید زردگونه شده، سرد گردد دلش نه نابیناست. چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم، از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند، چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. چو بندی دل در این دنیا که مردار کلامان است، چو بنشستی در این منزل آخه که آخر جمله ویران است. الله چو بنشستی در این منزل آخه که آخر جمله ویران است. نشستی تو در این منزل، نکردی تو شیئی حاصل، همه افسانه ها باطل که بازی های طفلانه. الله همه افسانه ها باطل که بازی های طفلانه. نشد در باغ و در بستان عمارت‌های شهرستان، نگه کن سوی قبرستان آخه که گل خسبیده پنهان است. الله نگه کن سوی قبرستان آخه که گل خسبیده پنهان است.
و پس از آن شنیدم از بوالحسن هربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل، که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از او مکبه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم. و بوسهل بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت، به بوستان ریخت و سر باز بردند. و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند، بدین حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه به نگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. مپرس از من که چونی چیست جان مادر، آخ مرا نیست پرخون چون خیال جان مادر. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. آخ زفر در
پرده صبر است و پنهان. ای ظفر در پرده صبر است و پنهان. قمر در سایه ابر است و پنهان. به باطن در بر لیلی است و مجنون. ای به باطن در بر لیلی است و مجنون. به ظاهر گرچه در قبر است و پنهان. ای داد بی داد، داد بی داد، هزار ارمان بمیرد میزاد. و یکی از شعرای نشابور این مرثیه بگفت اندر مرگ وی و بدین جای یاد کرده شد: ببرید سرش را که سران را سر بود، آرایش دهر و ملک را افسر بود. گر قرمطی و جهود و گر کافر بود، از تخت بدار بر شدن منکر بود. حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم، و چند قصه و نکته بدان پیوستم، سخت مطول و مبرم در این تألیف. و خوانندگان مگر معذور دارند و عذر من بپذیرند و از من به گرانی فرا نستانند. و رفتم بر سر کار تاریخ که بسیار عجایب در پرده است، که اگر زندگانی باشد آورده آید ان شاء الله.